تا آنکه نوروز در اول ماه فروردین سال نو خورشیدی فرا می رسید، گذشتگان تاجیک با نیت از سال پرفیض با آرزوی محبت و وفا و صداقت انسانها به همدیگر مراسم‌های تا جشن اساسی نوروز و فرارسی روز نو در سال نو را اجرا می‌کردند که آغاز این مراسم‌ها گلگردانی بود که با گذراندن این آیین الکی مژده به مردم رسانیده می‌شد و الکی همگان در تکاپو و تردد نوروز می‌گشتند و همین گونه پی هم دیگر عنعنه‌ها را به اجرا می‌رسانیدند که بعد گلگردانی و رسانیدن مژده بهار و نوروز به گوش مردم آیین جفت براران گذرانیده می‌شد با نیت نیک و با آرزوی فراوانی سال. ابوبکر نرشخی میگوید که این نوروز را پیش از همه جشن کشاورزان، نوروز کشاورزان میگفتند که در نوبت اول خود اون کشاورزان این جشن را تجلیل میکردند. برای چی؟ برای آن که گفتیم که نوروز پیش از همه با احیای طبیعت، با کشاورزی همبستگی زیست دارد. یعنی که برآمد تجلیل نوروز، بر رسمیت در آمدن نوروز، این پیش از همه ریشه های طبیعی دارد، نه ریشه های سیاسی. و بعد از 5 روز در شهر بخارا طبق اطلاع ابوبکر نرشخی باز نوروز مغان سر می شد که در اینجا ما تجلیل نوروز را یعنی هم در بین قشر دیگری مردم بخارا در بین کشاورزان میبینیم و همچون در بین مردم دینداران، یعنی که در آن نوروزی که نوروز مغان نامیده میشد. و گذشته از این ابوبکر نرشخی تاکید می نماید که مردم ورخشه بخارا بر حساب نمودن، بر حساب ماها، یعنی با گاه شماری نیاگان خود اهمیت جدی می دادند و این گاه شماری یعنی داشتن تقویم در نزد مردم بخارا اعتباری جدی داشت. و در اینجا وابسته به آنه که ابوبکر نرشخی گفته است که یکی از آن نوهای نوروز که نوروز کشاورزان نامیده می شود، در اینجا یکی از آیین‌های نوروزی سرچشمه می گیرد که آن را جفت براران می گویند. و جفت براران چگونه آیین بود، چگونه رسم بود، چگونه عنعنه بود. البته ما گفتیم که اگر کشاورزی که خود تاریخ خیلی قدیم دارد و در دوران نیولید پیدا شده است و از زمان نیولید تا زمان هخامنشی‌ها و بعدتر البته دایر به کشت زمین، دایر به کشاورزی رسم و آیین‌های زیاد و اینچنین اعتقادهای گوناگونی هم با وجود آمده بود. و جفت براران چنین آیینی بود که پیش از آن که دهقان یا کشاورز به کشت زمین آغاز می نمود، شخصانی که نفوذ داشتند در جمعیت، شخصانی با آب و رو را، شخصانی روزگار دیده را، آنها در یک جا جمع می نمودند و در دایره کشاورزان خودشان یک ضیافت تشکیل می نمودند. نفران روزگار دیده با کشاورزان برای به دست آوردن حاصل خوب دعا می دادند و بعد این کشاورزان به کشت زمین آغاز می نمودند. همچنین ابوریحان بیرونی و دیگر محققان بعدی ابوبکر نرشخی هم معلومات دادند که برای آن که کشاورزان معلوم نمایند که حاصل این سال نو چگونه می شود، آنها دانگی‌های گوناگون را نه در زمین بلکه در نزد ستون‌هایی که داشتند در آنجا در ظرف‌های علاوه آنها را چکار می‌کردند؟ کیش می‌کردند که کدام نوع دانگی حاصل خوب می‌دهد و در همان سال این دانگی را بیشتر کشت می‌نمودند. این مراسم در گذشته میان نیاگان ما خیلی معمول بود و مردم خصوصاً پیران روزگار دیده کوشش می‌کردند که تا نوروز مراسم جفت براران را به انجام رسانند. مراسم را اساساً مردانی با فضل و خیرتمند و دهقانان و روزگار دیدگان پیش می‌بردند.
جفتبران هم یک عنعنه قدیم است که یک هفته قبل از نوروز اجرا می‌گردید، یعنی تا نوروز. یعنی در این روز البته بیشتری مردم کوشش میکردن که در روز یکشنبه این عنعنه رو رایج کنند. خب در این روز البته رمزی بود، نه وابسته از اون که برف و باران باشد، نه وابسته از اون که هوا سرد است، کوشش میکردن که عنعنه جفتبران رو حتما اجرا کنند. خب این عنعنه جفتبران پورا جفت کردن ساتیخ‌ها یا گکترها نبود. آنها اول در یک خانه جمع می اومدند، تمام دست جمعانه باج یا گندم کوچه میپختند که در یک خانه تناول میکردند و پیر روزگار دیده به مراسم جفتبران مردم رو آماده میکرد. البته برای این روز مخصوص برزگاه ها آماده میدیدند، یعنی قبل از همه برزگاه هایی که فربه باشند، در خانه خوب نگاه کرده باشند. هر یک انسان در گذشته در خانه خود برزگاه های داشت که برای جفت آماده میکردند. اما با وجود مثلا شاید با تاثیر فصل سال یا سرمای زیاد در بعضی خانه ها برزگاه ها چندان برای جفت آماده نبودند، خراب و لاغر بودند. برای جفتبران حتما به هر یک خانه میرفتن میدن که کدام برزگاه واسه فر بهتر و مثلا هم سیماش زیباتر است که سال باید مثل همون باید که فراوانی باشد. تا آنکه مراسم به کلی به انجام رسانیده میشد، عنعنه‌های خرد دیگری داخل این مراسم جای داشت که آنها حتما اجرا کرده میشدند. مثلا اشاره می رود که به شاخ برزگاه ها روغن مالیده می شد و این عمل فال نیکی خود را داشت. در فرهنگ مردم تاجیک روغن رمزی فراوانی را داشت. خب به صحرا می رفتند، دعا می کردند. ما چون گفتیم نو بس از اون که روز برف باران بود یا ژاله بود، آنها حتما عنعنه رو اجرا می‌کردند، چون که الکی یک هفته به نوروز مانده است و روز یکشنبه رو انتخاب می‌کردند. زمین شودگار کرده که یا 2-3 خطی که به برزگاه جفت کردند غله می‌پوشیدند، دانه می‌پوشیدند و با امید فراوانی سال، با امید بهبودی، با امید تندرستی تمام مردم، با امید که مردم سیر و فراوان باشد دعا می‌کردند، سپس به خانه‌ها برمیگشتند. شاید جفت مراسم اصلی جفت بعد یک ماه برسد. واسه به منطقه‌های کوهی جمهوری اقلیم گوناگون است. مثلا در بدخشان کوهی حتی جفت در آخر ماه می اولی ماه ایون آغاز می‌کردند، اما در نوروز حتما جفتبران رو اجرا می‌کردند. خب این عنعنه تا امروز در مردم بدخشان به نام خیرپیچار معمول است، تا امروز رایج است، اونها اجرا می‌کنند این عمل رو. یعنی به هر صورت مردم عنعنه‌هایی داشتند که با اون ارزش‌گذاری می‌کردند. خب امروز البته در منطقه‌های هموار جمهوری تاجیکستان تکنیک و تکنولوژی در سطح عالی است، اما با وجود این مردم حداقل عنعنه جفتبران در داخل خانه با دعای خیر اجرا میکنند. یک با نام آش کوچه یا با نام باج یا گندم کوچه طعام میپزند به مردم اهل محل به خاطر فراوانی تقسیم میکنند. اما عنعنه جفتبران به طریق برزگاه ها تا جای از بین رفته است. جفتبران با اعتقاد و باوری و فال نیک، فراوانی سال با دعای خیر و اعتماد یکدلی گذرانیده میشد.